درود. با اخبار و گزارش‌های امروز جمعه 25 آگوست من طاهری سفر در خدمت شما هستم. امروز در برنامه ادامه عملیات نیروهای عراق برای آزادی شهر تل افر و تلاش مقامات تاجیکستان برای هویت تشخیص کودکانی که در عراق یافت شدند. گروه از زنان تاجیکستانی برای رفتن به کار هر روز 2 مرتبه از مرز می‌گذرند. صبح برای کشاورزی به قرقیزستان می‌روند، شام برمیگردند. درآمد ماهانه تا 500 سومانی می شود. درآمد از حجم کار وابسته است. شاعره رحیم جان ترانه‌سرای تاجیک میگوید در صورت محدود کردن فعالیت سرآیندگان شعر و ترانه‌های خوب خوار می شود و صحنه به اختیار آوازخوان‌های بی استعداد می‌گذرد. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به گروه از رهبران وزارت‌های قدرتی عنوان گنرال داده است. گروه دیگر با افتخارنامه و جایزه‌ها قدردانی شدند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 25 آگوست خبر داد مقامات برای کدام خدمت‌هایشان سزاوار جایزه‌های دولتی شدند. در این باره میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. صبح امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مناسبت 26مین سالگرد استقلالیت کشور در قصر ملت با نمایندگان وزارتخانه‌ها، با رهبران وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای انتظامی و قدرتی و فرهنگی و هنری کشور ملاقات نمود و آنها را به این مناسبت که در رشد و نموی کشور سهم گذاشتند با جایزه و رتبه‌های حربی و دیگر جایزه‌های افتخاری کشور مشرف گرداند. به این مناسبت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف با رتبه حربی گنرال پالکوونیک و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به عنوان رتبه حربی گنرال پالکوونیک میلیتسیا و یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان به عنوان به رتبه گنرال پالکوونیک عدلیه مشرف گردانیده شدند. در این همایشی که صورت گرفت همچنین نماینده های اداره های فرهنگی و اجتماعی شرکت داشتند. ولی پیش از این میخوام یک نکته دیگر را اشاره کنم که تعداد از سرداران ریاست های وزارت کارهای داخلی، امنیت، دفاع و مرزبانی نیز با رتبه حربی گنرال لیتنانت و گنرال مایور سرافراز گردانیده شدند. همچنین به مناسبت 26مین سالگرد استقلالیت کشور پرزیدنت تاجیکستان 300 نفر نمایندگان اداره های فرهنگی، اجتماعی، دینی، طبی را به جایزه های مختلف مشرف گردانید. از جمله نویسنده شناخته تاجیکستان براد عبدالرحمن زاده به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان مشرف گردید و همچنین قاهر رسول زاده و رئیس کمیته دین سلیمان دولت زاده، معاون وزیر اقتصاد امید دولت زاده نیز و رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان گوهر شرف زاده به جایزه های مختلف مشرف گردانیده شدند. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی دوشنبه. مقامات روسیه از دیپلمات‌های تاجیکستان خواستند که در تحقیق هویت 3 کودک از جمله مریم که از منطقه‌های آزاد شده از دست گروهی به نام دولت اسلامی یافتند کمک کنند. این زمان جنگ برای پاک کردن شهر تل افر در عراق ادامه دارد و ارتش عراق میگوید که در نبردها به پیشرفت نائل شدند. شهر تل افر یکی از راه‌های اساسی تامیناتی به حساب می رود و در بین شهر موصل عراق و سوریه جایگیر است. مقامات تاجیکستان میگویند در مناطق آزاد شده عراق خبرنگاران روز کودکانی را یافتند که خود را تاجیک مینامند یا کلمات تاجیکی به زبان میآورند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که تحقیق را برای مشخص کردن هویت مریم آغاز کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند در قلمرو سوریه و عراق و دیگر کشورهای گرفتار جنگ 234 عائله تاجیک قرار دارند و با خود 252 کودک را هم بردند. رو می‌آوریم به منطقه. در پایتخت قزاقستان تلاش اعتراض یک پیرزن با کشمکش با ماموران پلیس پیچید. زن قزاق با طلب رهایی بعضی از زندانیان سیاسی از جمله یک خبرنگار به نزد کاخ رئیس جمهوری قزاقستان آمد. خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. روز پنجشنبه در شهر استانه قزاقستان اعتراض یک زن 73 ساله با جنجال با خادمان پلیس در روبروی قصر پرزیدنت نورسултон назарбоев بدل شد. رئیس دویشنبویeva با عکس‌های محبوسان سیاسی اعتراض انفرادی تشکیل کرد. زن اعتراضگر از جمله عکس روزنامه‌نگار جانبولود مامای را بالا برداشته بود.
мамай бо шустушӯи пул муттаҳам мешавад, вале ҳампаймонҳои сиёсӣ исрор меварзанд, ки қазияи вай ҷилӯи сиёсӣ дорад, зеро журналист дар мақолаҳояш ҳукуматро танқид мекард. писари Дуйшенбоева Талъат, ки дар назди кохи раёсатҷумҳурии Қазоқистон ҳузур дошт, чанд дафъа ба афсарон имкон надод, ки модарашро канор кашанд. Дар Қазоқистон эътирози дастаҷамъӣ манъ аст. Аз ин рӯ фаъолони сиёсӣ одатан эътирозҳои инфиродӣ ташкил мекунанд. билохира полис Дуйшенбоева ва писарашро иҷборан савори автобус карда ба боздоштгоҳ интиқол дод. тибқи иттилои расида, баъди 3 соат ва гирифтани ҳушдори расмӣ онҳо раҳо шуданд. و در همسایه کشور قزاقستان در قرقیزستان دادگاه شهر بیشکک همین هفته امر داد تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افراطگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 اوگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی میگوید تلویزیون سنتیبر به یک مأمور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور المازبек Атамбоевро تنقید میکرد و 2 ماه پیش از انتخابات ریاستی جمهوری در قرقیزستان بسته شد و در این باره صحبت داشتم با الیزا کنیمبایوا، همکارم از بخش قرقیزی رادیوی آزادی. الیزا، به برنامه ما خوش آمدید. و دادرس‌ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سنتیبر چگونه موضوع افراطگرایی را راه داده است؟ Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность. додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони Сентябрро боз дошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилдӣ Ғафуров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. вай соли гузашта дар суҳбати мустақим дар телевизиони Сентябр Сооронбой Ҷейнбеков, нахуст вазири пешини Қирғизистон ва бародари ӯ Асилбек Ҷейнбековро, ки раиси собиқи парлумон аст, дар он муттаҳам кард, ки гӯё $3 миллион ҷудошуда барои ба эътидол овардани вазъ дар ҷануби Қирғизистонро аз худ карданд. додситонии кулли Қирғизистон ин баёнияи Ғафуровро ифротгароӣ арзёбӣ карда аз додгоҳ хост, ки фаъолияти телевизионро қатъ кунад. раҳбарияти телевизион қарори додгоҳро ноодилона номида гуфтааст, ки аз ҳукми додгоҳ шикоят мекунад. раҳбарони телевизион чӣ мегӯянд? ҳукми додгоҳро чӣ гуна арзёбӣ карданд? Представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году. намояндагони телевизион мегӯянд мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони Сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони Сентябр дар Бишкек надорад. аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. фаъолон, ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти Сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори мухолифи давлат Омурбек Текебоев тааллуқ дошт. худи ӯро чанде пеш бо гуноҳи фасодкорӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд, ҳарчанд ин иддаоро ӯ рад мекунад. Сентябрро яке аз телевизионҳои камшумори Қирғизистон меноманд, ки ба рақибону мухолифони давлат минбар медод. و مصاحبه کامل با همکارم در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. گروهی از زنان کشاورز از تاجیکستان مجبورند هر روز با خود پاسپورت داشته باشند، زیرا برای کار باید دوباره سرحد بگذرند. دهها زن تاجیکستانی از ولایت سوخت هر روز برای کار به قرقیزستان می روند و عمدتاً در صحرا به کارهای کشاورزی مشغول می شوند. گزارش درباره این موضوع را همکارم مومن احمدی تقدیم می کند. در قرقیزستان موسم نوبتی چینش حاصل جریان دارد و برای انجام با سرعت کارها کشاورزان محلی از نیروی کارگران کرایه‌ای تاجیکستانی استفاده می‌کنند. سیارت طالبجانова یکی از آنهاست. این زن میان سالی ساکن تاجیکستان روزانه آمده تا شام در یک خواجگی قرقیزی کار می‌کند. او با انجام همه گونه کارها از جمله پابیل زمین قادر است.
ساعت 4 صبح از خواب بیدار شده اول خوراک مول رو میدهم. با بچه ها صبحانه آماده کرده ساعت 5 الکی در سر کار میشوم. همه گونه کار را انجام میدهم. خشک کردن زردآلو، پوبل و چینش حاصل تماکو، علف دروی ما را در اینجا با غذا تامین میکنند. قرغیزها برای این کارها با دستمان روزی تخمینا 45 سومانی پول میدهند. درآمد ماهانه تا 500 سومانی میشود. درآمد از حجم کار وابسته است. به حساب میانه درآمد ماهانه سیاره طالبجانова 40 تا 50 دلار را تشکیل میدهد. مزد مهنت را هم با پول قرغیزی، سام و هم سامانی تاجیکی میگیرند. زنهای جویای کار بسیار وقت بریگاد تشکیل کرده گروهی کار میکنند. شمار مردان زیاد نیست، اگر باشند هم از حساب آنهایی است که برای مردکاری به روسیه رفتن نتوانستند. سال گذشته مزد روزانه کار ما 50 تا 60 سامانی بود. امسال از 35-40 سامانی بیشتر نیست، ولی به هر صورت ما از بودن همین امکانیت کار راضی هستیم و از برادران قرغیز تشکر میکنیم. معلوم نیست که روز چند نفر از شهروندان تاجیکستان به قرغیزستان برای انجام کارهای موسمی کشاورزی میآیند. ساکنان محلی میگویند که این تجربه نو نیست و سالهای اخیر زیاد میبینند که تاجیکستانی ها برای کار روزانه به کشورشان میآیند. کارگران تاجیکستانی را مرد کارهای یک روزه مینامیم، چون که برای آنها فقط کاری یک روزه لازم است. روزه به آنها 250-300 سام حق زحمت میپردازیم. در میان کارهایی که مرد کارهای تاجیکستانی در قرغیزستان انجام میدهند، ساختمان خانه هم مشاهده می شود. تاجیکستانdan kelgan ustalardan birinchidan bahos arzon. کاری استاهای تاجیکستانی گران نیست. آنها برای خود شرایط مخصوصی کار هم طلب نمی کنند. آنها منفعت دارند که کار خود را زودتر انجام دهند. کشالکاری نمی کنند. گاه همراه با مادران خود برای اجرای کار صحرا کودکان نابالغ آنها هم می آیند. مزد کار کودکان کمتر است، هرچند برابر با کلانسالان کار می کنند. در نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 23 آگوست برگزار شد و در آن قانون اصلاح شده تنظیم رسم و آیین‌های ملی را قبول کردند، یک وکیل مردمی پیشنهاد کرده است حق خدمت سرایندگان تاجیک هم تنظیم شود، چون به گفته وکیل بعضی آنها برای آوازخوانی در جشن تا 5000 دلار حق خدمت میگیرند که بسیار زیاد است. چون این پیشنهاد را بعضی از سرایندگان تاجیک انتقاد کردند و آن را بر ضرر موسیقی در کشور نامیدند. شاعره رحیم جان، یکی از ترانه‌سرایان جوان نیز به رادیو آزادی گفت محدود کردن فعالیت آوازخوان‌های حرفه‌ای میتواند راه را برای آوازخوان‌های بی استعداد باز کند. سرورناز روح الله همکارم در دوشنبه نظری شاعره رحیم جان را در همین باره پرسید. خودی ایشون است. شاعره بانو، به نظر شما تنظیم در مورد آن که حق خدمت آوازخوان‌ها اگر تنظیم خیلی جدی برهم مانده شود، به نظر شما این به ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟ ایجاد ترانه‌های نو طبیعی است که خیلی کم می شود. هنرمند مجبور می شود رو به ترانه‌های دزدی بیشتر بیارد، چون آهنگ تیار رو میگیرد میخواند. آهنگ مثلا ایجاد کرده خودی ترانه‌سرای تاجیک رو، آهنگ ایجاد کرده آهنگساز تاجیک رو نمیخواند، چون دیگر نمیتواند که خریداری بکند از آهنگ ها و شاید کار تا حد برسد که دیگر هنرمندان همون اونه که شعر خودم آهنگ خودم است یا که مثلا خودشون ایجاد میکنند دیگر علاج ندارن، چون واقعا همون شاعری که ترانه نویس است طبیعی است که به مزد با ایشون برخورد نمیکنند. و شاعره رحیم جان همچنین به رادیو آزادی گفت یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک را می‌داند که در جشن عروسی یکی از مخلصان کم بضاعتش رایگان آوازخوانی کرده است. مصاحبه کامل با شاعره رحیم جان و گزارش‌های جالبی دیگر از جمله درباره حجاب در تاجیکستان در وبسایت رادیو آزادی هست و هم می‌توانید در کانال ما با نام آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. و برنامه امروزه ما به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید. در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما را تماشا کنید. در فیسبوک نیز باشید، در آنجا هم هستیم.